سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. ساعت 6 صبح و من بیدارم. اصولا تو تاریخ این اتفاق رخ نمیده که مبینا ساعت 6 صبح بیدار باشه مگه اینکه یه اتفاق مهم بخواد بیفته. از دیشب به خاطر استرس و هیجانی که داشتم اصلا نمیتونستم بخوابم. دلیل این استرس و هیجان و اتفاق مهم اینه که برادرزادم قراره به دنیا بیاد و منم از صبح بیدار شدم، سریع آماده شدم، منتظرم معیار بیاد دنبالم که باشیم برم بیمارستان. این مال شماست پس. اوکی. شما پس نداری. اینجا اسمش نمیدونم. بچه ما به دنیا آمد، یه فرشته کوچولو، یعنی بهتون میگم خیلی خوشگل بود، ولی متاسفانه نمیتونستیم زیاد ببینیمش چون میگفتن لباس نپوشیده سرما میخوره. بردن که لباسشو بپوشونن. من و مهیارم منتظریم تا زندهاش هم از اتاق عمل بیاد بیرون. فکر کنم تو قسمت ریکاوریه، بیاد بیرون بره پیش بچه، بعد ما بریم ببینیمشون. داداشی به تو کادو دادا؟ بچه ها ما داریم میریم دیگه با دیانا خونه نهار بخوریم. دیانا جون داداشی رو دیدی؟ خوشگل بود؟ سلامی دوباره به گیجاباشی عزیز. حالا چرا سلام دوباره؟ به خاطر اینکه اون روز بعد اینکه از بیمارستان اومدم اصلا شرایطش رو نداشتم فیلم بگیرم، خیلی خسته بودم. همینجوری رسیدم ناهارم و خوردم گرفتم خوابیدم تا شب و اصلا شرایط فیلم گرفتن نبود. بیچاره دیانا هم با من اومده بود خونه که مثلا پیش من باشه، منم گرفتم خوابیدم کلا، اون بچه هم گرفت خوابید با من. دیگه گفتم اومدم خونه، دیگه گفتم بیام ادامه ولا بعد درستون تعریف کنم، بگم چی شد چی نشد، واکنش دیانا چه جوری بود وقتی داداشش رو دید و چی ها گفتش. خلاصه که اون روز نینی ما به خیلی خوشی به دنیا آمد. هم زن داداشم هم برادرزادم هر دو حالشون خوبه خدا رو شکر. بعد اون روز که به دنیا آمد ما زنگ زدیم به مامانم، اینا گفتیم که بچه مثلا به دنیا اومد و اینا. دیانا هم چون پیش مامان من بود خیلی خوشحال و ذوق که من میخوام بیام ببینمش، دوست دارم داداشمو ببینم دیگه. هیچی معیار فرستادیم دنبالش، اومد دید. واکنشش خیلی عادی بود، به خاطر اینکه کلا دیانا اگه سورپرایز بشه، خوشحال بشه، ناراحت بشه یا اصلا حسادت کنه هرچی اصلا نشون نمیده. نمیدونم چرا، کلا تو نه قیافش متوجه میشه نه هیچی، خیلی عادی برخورد کرد. فقط یک سر به من میگفت این چه انقدر کوچولوئه. گفتم دیگه تو هم همینجوری بودی دیگه، بعد کم کم بزرگ شدی. خلاصه که دیدش. بعدش هم داداشم به خاطر اینکه دیانا خوشحال بشه با زندهاشم قبل اینکه برم بیمارستان براش یه ساعت گرفته بودن، همون ساعتی که دوست داشت. گفتم مثلا هدیه بهش بدیم، بگیم مثلا این از طرف داداشت که به دنیا آمده برای تو آورده. یه ساعت بنفش خوشگل که روش عکس کرومی داره. بعد که دیانا اومد اونجا میخواستیم خداحافظی کنیم، مامانش اومد این ساعت رو بهش دادیم، باز که کلی خوشحال شد که این ساعتی که من دوست داشتم خیلی خوشگل و اینا. دیگه حرف نزد. و بگم این که داشتیم از اونجا خداحافظی میکردیم چون قرار بود من با دیانا بیام خونه، مامانم بمونه اونجا.
خیلی دیانا گریه کرد و من واقعا به خاطرش ناراحت شدم، چون هیچ وقت از مامانش جدا نبود. اون اولین باری بود که تو اون 7 سال از مامانش جدا میشد مثلا. خیلی براش کلا سخت بود، منم خیلی ناراحت شدم. بعد اینکه اومدیم تو راه بودیم، برگشت گفت بابا معیار یه چیزی به مثلا بگم و اینا، یه چیزی بپرسم. گفتیم چی شده؟ گفتش که اون بچه که نمیتونه تو شکم مامانش بره بگرده دنبال ساعت برای من پیدا کنه، تو بگو این ساعت رو کی برای من خریده. اینقدر برای من جالب بود. گفتم واقعا الان بچه ها رو نمیشه گول زد مثلا بگی اینو مثلا بچه برای تو آورده، نمیدونم چی. بعد من گفتم که اون از طرف بچه بود، نه که بچه رفته خریده. اون از طرف مثلا مامان بابا برای تو خریدن، از طرف نینی برای تو، از طرف یزدان برای تو. که بعد بازم کلی خوشحال شد، ولی خیلی سوالای عجیب و غریب میپرسید از من. خلاصه که دیانا با کلی سوالای عجیب و غریب اون شبش خونه مامانینا خوابید، منم همونجا بودم و کلا تا صبح نخوابید. همش بیدار بود که زود بریم، فردا کی میریم، نمیدونم من میخوام داداشمو ببینم. همون شبش به مامانش هم زنگ زد، فردایش هم زنگ زد، ولی خب دیگه فرداش ما اونو بیمارستان نبردیم. گفتیم بچه اذیت میشه، خسته میشه تا میخوام مرخصش کنم. واقعا هم همینجوری بود، 2-3 ساعت طول کشید تا کارش انجام شد. همه چی اوکی شد، اومدم خونه، ولی قلبمو کلا اونجا گذاشتم پیش اون بچه‌ها. خیلی دوست داشتم پیششون بمونم، ولی به خاطر خونه اینقدر که ما درگیریم دیگه واقعا اصلا شرایط اوکی نبود که بمونم. وگرنه میدونی که من عاشق بچه 100% میمونم اونجا پیش اونا. ولی البته الان مامانم هست، هر روزم زنگ میزنم خبرشون رو میگیرم که حالشون چجوریه، چی میخوره، میخوابه، چیکار میکنه، هر لحظه آمارشو میگیرم دیگه چیکار داره انجام میده. خلاصه که بچه من واقعا میترسم از زایمان و اینا. حتی دیدن کسی که داره درد میکشه، زجر میکشه، میخواد یه بچه به دنیا بیاره، حالا چه طبیعی چه سزارین، هر دوتا درد داره. واقعا میبینم که داره این درد رو تحمل میکنه، اصلا قلبم میگیره، ناراحت، اصلا من استرس میگیره، حالم بد میشه. و اینکه وقتی میبینم این درد رو تحمل میکنه که یه موجود جدیدی رو به دنیا بیاره، یه بچه‌ای رو به این دنیا بیاره، واقعا به این فکر میکنم چقدر زنا قدرتمندن. مثلا از وقتی که اون بچه رو میفهمن تو شکمشونه، اون حس مادرانه‌شون واقعا شگوفا میشه. ولی مردا تا بچه به دنیا بیاد، بچه رو ببینن، حس میکنن پدر شدن. به نظر من که واقعا این حس خیلی ارزشمنده، حس قدرت یعنی آدم داره. به من یعنی حس نسبت به بقیه دست میده، حسایی که بچه میارن. و اینکه واقعا باید اسم مادرها رو گذاشت قهرمان. واقعا یه قهرمانه. بچه‌ها جون خیلیاتون پرسیدین که کی قراره جابجا بشی بری سر خونه جدیدت. از اونجایی که من و مشتبه خیلی حساسیم روی کابینت کمد و کابینت کمد اونجا به سلیقه ما نبود، قراره که اون رو عوضش کنیم و کابینت و کمدای جدید بزنیم. البته بگم و تازه بودن همشون واقعا، یعنی برچسبشون کنده نشد، ولی سلیقه ما نبود دیگه. قراره که عوضشون کنیم. بعد حدودا فکر کنم یه 2-3 هفته هم طول میکشه، بعدش به امید خدا جابجا میشیم. و مرسی که منو همیشه حمایت میکنید و با کامنت های قشنگتون به من انرژی مثبت میدید. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگ‌های بعدی، خدا نگهدار.